سلام اومد جان. سلام. نغز هستی؟ زیق نشدی؟ آوردی؟ آوردم راحت کن تازه گنی دستر برور دستر خیریت اون طرف بین جانه الو سلام منیژه. ها شویره چه حال داری؟ بد نی. میدونی تو همان روز رفتی و من در بقا موندم. چی شد؟ پرویز با جان و حالم نمیموند. میگوید که با منیژه وا خوردن میخواهم. هر روز به خونه زنگ میزند. هرچند میگویم که منیژه فوتیه شدگی و نزدیکی جشن عروسی دارد گوش کردن نمیخواهد. بگو دوگونه چی کار کنم؟ تو به او همش رو فهمونده ای دیگر فهموندن فایده ندارد. گوش کن شاید با وحوری ها. چی لازم؟ میدونم که در زندگی چیزی رو تغییر دادن نمیتوانم. باز یک بار دیگر فکر کن. مایلش خیر. مایلش خیر.
آمده. اما شهادتنامه ها رو برار. حاضر. شهادتنامه ها رو میگیری و عبدالقهار برده میدی. باقی مانده‌اش را بعد میفرستم. فهمو؟ فهمو. احتیاط شد. خب. خیر چه حال داری؟ امیده خبر گرفتی؟ السلام علیکم. مانده نشوید. خوش آمدید. خواهشت را بجا آوردم. بسیار خوب. 2 تا دعوتنامه و کنسرت برای منیژه و دوگانه‌اش. خوب میشد که خودتان میدادید. خرسند میشد دخترتان. سلام دادا جان. منیژه جان، من 2 تا دعوتنامه آوردم برای خودت و دوگانه‌ات و کنسرت. دادا جان نمیخواهم. سرم درد میکند. منیژه جان، نگویی. همراه دوگانه‌ات شایره جان رفته تماشا کرده میایی. طبعت خوش می شود. استراحت میکنید. انا. تشکر. شین دخترم شین. شایره هم خرسند می شود. برای من پرویز با من بسیار ناخوش لیکن نغز نشد. تو باید رو تبریک میکنی. نزدنم بهتر است. بیا با و نخورم بهتر است. لیکن کنسرت خوب باش. منیژه کجا میشی تو بیت؟ سلام. سلام. پرویز تبریک. برآمدت بسیار هم مخوش شد. اوه تشکر. این برای تو. تشکر. رفتیم. منیژه؟ منیژه من تو رو منتظر میشوم. منیژه وقتی که باری اول تو رو دیدم احساس کردم که تو برایم بیگانه نیستی. گویا من و تو 1000 سال باز همدیگر را میشناسیم. من یگان لحظه تو را فراموش کرده نمیتوانم. تو با من هستی. تو در من هستی. من میدانم که در فاتحه جوانی دیگر هستی، اما گمان نمی کنم که این با خواهش خودی تو شده باشد. تو پدری مرا نمیدانی. برای او مهم نیست که من چی میخواهم. مهم آن است که او چی رو ضرور میحسابد. من هم عادت کردم باور کنم که هر کاری او درست است. چی؟ حالا هم در عقیدت استوار هستی؟ به تغییر دادن عقیده هم حاجت نیست. از دو سر چیزی را که پدرم خواست همان می شود. اگر این توی با خواهش خودت صورت می گرفت من چیزی نمی گفتم، ولی می بینم که تو خود را دیده و دانسته به کامی آتش تله می دهی. مرا فراموش کن پرویز. منیژه گمان نداشتم از یارم چونین به صبر و قرار است. برای دیگران یار است، برای من جفاکار است. برای دیگران یار است، برای من جفاکار است.
گشتم از یارم چونین به صبر و قرار است برای دیگران یار است برای من جفاکار است برای دیگران یار است برای من جفاکار است شکستم خیش را در پیش پایم وفا کردم با جای هر جفایم وفا کردم با جای هر جفایم نفهمیدی که امروز ادا گشتم ادای خنده به پالاتای چهارم برید. بیماران بسیارند. بله. تشویش آورش آن است که اکثر نسل جوان گرفتار مواد مخدرند. راست. دیده و دانسته حیاتشان را خودشان گرفتار این بلا میکنند. لیکن امید از کجا با این بلا گرفتار شد؟ غم نخورید. خدا خواهد تبابتش میکنیم. دکتر، در اینجا تبابت گرفتن پسرم را هیچ کس نداند. باید مخفی ماند. در این خصوص بی تشویش باشید. به من یگان خدمت است؟ تشکر شرف گنسرارویچ. من شما را گسیل سلامت میکنم. باشید. منیژه جان، امید رو از بیمارخانه جواب دادند. وی رو به بیمارخانه دیگر گذرانیدند. چرا؟ برای نشمن بودنش. چی؟ وای نشمانم بوده است. من نمیدونستم دخترکم. من این رو نمیدونستم. اوچه جون، با وجود همین شما مرا به اون نشمن میدید؟ دخترکم، آخر پدرت نشمن بودن امید رو پیشتر هم میدونسته است. وای دیده و دانسته راضی شد که حالا هم از رأیش نمیگردد. اوچه جون، پسر خودتون هم نشمند. هر روز میبینید که چقدر زنش رو عذاب میدید. نخود شما خواهید که زندگی من هم همین خیلی پر عذاب. آخر من چیکار کنم؟ من چیکار هم کرده میتوانم دخترکم؟ از دست من چی می آید؟ پدرت هیچ چیز رو شنیدن هم نمیخواهد. میدونید همون روزی که من همراه شویره به توی رفتم، من با یک جوانی شناس شدم. نامش پرویز. اگر با او نمیخوردم شاید به تقدیرم تن میدادم. لیکن حالا میدونم که زندگی رو تماما به طرز دیگر ساختن ممکن است. پرویز؟ کدام پرویز؟ چخیل پرویز دخترکم؟ گودار. نه نه نه
استراحت کن. شویره امید نشمن بوده است. تقدیرم را با او پیوسته نمیتوانم. چی خو میگویی؟ من دیگر پرنده قفس طلایی بودن نمیخواهم. اگر لازم آید من از خانه میگریزم. منیژه از پدرت نمیترسی؟ چی کار کنم؟ مرا بچه ها تیله دهند و من خود را دور نکشم. راست میگویی. این طور باشد با پرویز بخور و تو را دوست میدارد. ای خدا نمیدونم. منیژه چرا تحصیل رو دوام ندادی؟ میدونی به فکرم والدین خواستن که از زحمت دانشجویی من را آزاد کنند. اگر خوندن برای دیپلم باشد گفتند کدامش را که خواهی گرفته میدهیم. فهمو میبخشی منیژه جان، تو از بیکاری زیغ نمیشوی؟ راستش را گویم من موسیقی را بیاد دوست می‌دارم. گاهی در پیانین به طور خود مشقم میکنم. اکنون فهمیدم که فهمیشی موسیقی تو از کجا سرچشمه میگرفته است. منیژه جان گوش کن، امروز باید سرودم رو ثبت کنم. همراه میرویم؟ وقتی زیاد رو میگیرد. همگی یک سرود، بعد من تو رو گسل میکنم. مایلش. میشه در باغ دو چشمانت نشین، میشه از چشمی تو خورشیدم ببینم. میشه در باغ دو چشمانت نشین، میشه از چشمی تو خورشیدم ببینم. میشه از زلفی عروسانه تو دانه دانه گلی بارانه بچینم. میشه در باغ دو چشمانت نشین، میشه از چشمی تو خورشیدم ببینم. میشه گل‌های زمستان زده رو نفسی گرمی کسی با بکنه. میشه ابرو همه باران بگیریه، چشمه ها رو همه دریا بکنه. میشه ابرو همه باران بگیریه، چشمه ها رو همه دریا بکنه. میشه از زلفی عروسانه تو دانه دانه گلی بارانه بچینم. میشه در باغ دو چشمانت نشینم، میشه از چشمی تو خورشیدم ببینم.
میشه یک روز که این پنجره رو سوی خورشیدی رو خط وا بکنم. میشه یک روز در آینه ایدی تو رو من خوب و تماشا بکنم. میشه یک روز در آینه ایدی تو رو من خوب و تماشا بکنم. میشه از زلفی عروسانه دوست دانه دانه گلی بارانه بشینم. میشه در باغ دو چشمانت نشینم. میشه از چشمی تو خورشیدم ببینم. میشه در باغ دو چشمانت نشینم. میشه از چشمی تو خورشیدم ببینم. میشه در باغ دو چشمانت نشینم. میشه از چشمی تو خورشیدم ببینم. منیژه جان؟ لا بیاچه جان. شایرت رو میپرسد. حاضر. الو شویره، میدونی هیچ گاه وقتم چونین خوش نگذشته بود. روزی در روز در شهر سیر و گشت کردیم. با پرویز در ثبتش بودم. تو میدونی چقدر جالب است. یک دنیای تماما دیگر. نه دیگر نمیترسم. با پرویز من از هیچ چیز نمیترسم. ها میدونم که نه پدری امید و نه پدری خودم ما رو آروم نمیگذارند، لیکن چی واقعی که روی ندهد من باید با پرویز باشم. من به او زیسته نمیتوانم. تو چی ها میگویی دخترم؟ مایلش خیر. و عقلت در جایش؟ اگر پدرت فهمیده ماند هر دویمان را زنده به زنده درگیر میکند. منیژه جان میفهمی؟ مگر دیده و دانسته خود را به دستی اوباش و نشأمن سپاریدن خود را زنده به زنده درگیر کردن نیست؟ منیژه جان، امید جان بیمار است. خدا خواهد شفا مییابد. همش نقض میشود. من او را نمیخواهم، زیرا میدانم که با وی خوشبخت نمیشوم. خوشبخت میشوی چون که امید جان تو را دوست میدارد. دقت کن دخترم، تو هم او را دوست داشته میتوانی. من پرویز را دوست میدارم. میدونم دخترکم، من همه چیز رو میفهمم، لیکن خیال پرویز رو از سرت بیرون کن. فهمیدی؟ پدرت هیچ وقت به ازدواج هر دوی شما راضی نمی شود. پدرم راضی نشوند من از خانه میگریزم. احمقی نکن دختر. من این گپ ها رو مرا زیخ نکن. دوستان سلام جوی نه سیستی رو خوب میشد میکنم تمام تو ساعت محقق بوده. یعنی بیا جانم.
دست را گیر دست را گیر دمت را گیر میپرونم سرت را پاس کن سرت را گوته میپرونم خفن گیر دمت را خاموش زود باش اون من گپ را نمیگیرد منه ایرج باز پول لازم شدگیست لبای پسر در دست ماست حاضر آواز شیرینش را میشنوی گپ زن دادا جان مرا میکشند خلاص کنید دادا الیا اگر پسرت را زنده دیدن خواهی پگاه ساعتی $100,000 گرفته با نزد بینای اینو تمام کابینه دیوفاندگی بیا فهمه؟ چی؟ باید تنها باشی وگرنه پسرت را میپرانم الو تینجی؟ دادا پول گفتگیشون را بیاره دادا جان التماس دادا الو چی باید کرد؟ پروا نکن نخود او را آزاد کرده نتوانم نه جوره تو با ما بای نداره اگر آنها فهمند که میلیسا با ما بین در آمده است ایرج را میپرانند آنها هرگز این کار را نمی کنند از تو پول رویاندن میخواهند تا لحظه آخرین انتظار میشوند چی نصیحت میدهی؟ گوش کن پیش از وقتی معین شده کارمندان ما در خانه های خوابگاه و اطراف آنجا میگیرند همین که تو پول را میدهی میلیسه های ما از پس آنها نظارت میکنند و نهایت آنها را دستگیر نموده ایرج را هم خلاص میکنند تو گمان میکنی که با همین واسطه ما ایرج را نجات میدهیم؟ برای چی نه؟ اگر آنها از کاری ما آگاه شوند چی؟ نه شرفگن اسرارایج من برده پول را میدهم خیر انا تو پول را برده دادی ایرج را آزاد نکنند چی؟ آنها قول دادن کو آنها قول ندارند گوش کن داد و گرفتتان با آنها ساعتی چند؟ پگاه ساعتی 3 پول را برده ده آن طرفش کار ما
شف جای گفتگیشون همینجاست؟ ها همینجا گفتن. الو قهار جبار من تو چی میخوایی که ما را پرانیم؟ این نامرد تو ما را احمق خیال کردی. اما اونهایی که در اطراف بینا کمین گرفتن تو آوردی؟ نه با خدا قسم که در اینجا هیچ کس نیست. ما خودمون تنها. جای عملیات تغییر مییابد. گوش کن، تو حالا با ماشینت شینو با راه کلام برو. جوام است بعد میفهمونم. فهمیدم. نغمه فهمیدم. رفتیم. گوش کن، اکنون به طرف نقطه بنزین فروشی گرد. اگر حس کنم که از قفای دوم داری، قسم میخورم به خدا که ایرج را زنده نمیابی. شرافگن اسرارویچ، از شما خواهش میکنم امر دهید عملیات را قطع گردانند. آنها از همه نقشه های ما با خبرند. التماس امر دهید ما را تنها گذارند وگرنه ایرج را میکشند. احمد عملیات را قطع کنید. نفهمیدم. عملیات را قطع کنید میگویم. فهمیدم رفیق سردار. دیگر تعقیب نکنید. فهمو. به شعبه برگردید. اطاعت. ها من آمدم. فهمیدم. های کن. پرویز، تو حتی تصور نمی کنی که در چه محیطی زندگی دارم. هر لحظه پدر و مادرم انتظاری خبری ناخوشی هستند. گمان میکنن که همین حال و حادثه روی خواهد داد. دیروز باشد اکام رو دزدیدند و با عوضش $100,000 طلب دارند. چه خیل؟ کی رو دزدیده است؟ ما نمیدونیم که این کاری کیست. پولی فرمودهشان رو گرفته باید امروز پدرم به نزد آنها روند. ای رزیلان، پولی مفت میخواهند. به هر حال خودت رو به دست گیر.
تخمینا روزهای 20 یا 22 من خودم با شما زنگ میزنم. راضیه؟ خوب سلامت باشه. خب تا بازی. دیدی به یک نامقوله تو $100,000 رفت. اینقدر واهمه کردید دادا 100,000 در یک روز میابید کو؟ الو سلام شیف. عبدالله چی؟ منیژه؟ در کوچه با کی؟ با فکرم بارون میبارد. شاید. بیا زیر اون درخت رویم. منیژه چند است که فکری تقدیر آینده همون مرا عذاب میدهد. مرا هم نمیدونم چی میشده باشد. وای پسرم برگشت. ای خدا را شکر. ایرج جان تو نظمی خانه شون کلین شوهرتو به خانه درار. ایرج نزدیک نشو. منیژه کجاست؟ من او را میکشم. آخر چی شده؟ آخر چی شده از باز میپرسی؟ گپ زن. وای در کوچه ها با کی میگردد؟ در کدام کوچه ها؟ من خب شو. اوچه کجا میگردی؟ منیژه چی واقع روی داد؟ بهترش به من گوی که کجا بودی؟ پدرت تو رو با اون جوان در کجا دیده؟ پدرم مرا دیده است؟ ها آخر ها پدرم التماس میکنم مرا نزنید. ای دختر احمق گپ زن. در کجا بودی؟ با ملاقات کی رفته بودی؟ در کوچه ها با کی میگردی؟ ای تو مرا شرمنده کردنی هستی. تو نفس میدانی کی با پسر شیرافگن اسرار را ویش فاتحه شده ای؟ گپ زن. در کجا میگردی؟ دادا جون من با امید به شهر نمیبرایم. چی گفتی؟ من هیچ گمان نداشتم که از دخترم چونین گپ ها رو میشنوم. آخه شما میدانید که بینش امند اف باش نخود دلتون با من نسوزد. من با وی زندگی کردن نمیتوانم. خدایا توبه. من از دختری که برایش مال دنیا رو دریغ نمیداشتم چونین سخن ها را میشنوم. به من یگان مال دنیا لازم نیست دادا جون. فقط روزی شود که ما با پرویز آیله سازیم دادا جون. کنی خد کی گفتی؟ پرویز؟ پرویز از کی؟ او در کنسرواتوریه میخواند. کنسرواتوریه؟
محمود لبای با کنسرواتوریا می روی. پرویز نام بچه را می پرسی. گوی که ما جوره هایش. پرویز سراینده؟ تو را می شناسی؟ وای در بین جوانان مشهور است. خوب می خواند. برای چی وی به شما لازم شده ماند؟ گپ همین. وای به دختری من منیژه چشم علا کرده است. او را یافته جزایش را می دهی. شاید به خوبی فهمانیم. نه. با فکرم مناسبتشان جدی است. با خونش یگان ویروس میگذارانی. خوب شده است. با آفیس می رویم. نرس زنی ابله. گپ زن. آن آدمانی که مرا بردند کیها بودند؟ من از کجا میدونم؟ تو نمیدانی. میدانی. آنها به من گفتند که زنی تو اینقدر خوشروی. یا زنت را بیار یا پول را. مگر اخلتون رو خورده اید؟ او من که از خانه نمی برایم. از کجا میدونم که آنها کیستند؟ تو میخواستی از من خلاص شوی؟ نه، دانستمون. از یادت نبرار. تو از من زنده خلاص نمیشوی. گم شو. منیژه دختر جانم، با تو چی شد؟ چرا گریه میکنی؟ گریه نکن منیژه جان. مرا عذاب ندی. آخر از دست من چی هم می آید؟ با من گوی. من میخواهم با پرویز شناس شوم. میخواهم با او گفتگو کنم. بچه جان. من میخواهم که تو خوشبخت شوی دخترکم. اومه جان خیز دارویت رو خور؟ نه، داروی کالت با دلم زد. من صحتم. به خانه میروم. من میدونم که تو شفا یافته ای، لیکن یک دو سه روز دیگر تبابت گیر، بعد به خونه میروی. بیزار شدم. تو اومه جان من دلیل استادم نمیخوام. به خانه میروم. اول دارویت را خورن بعد به خانه میروی. میلش. اومه جان آرام شو. آفرین اومه جان. آفرین. پرویز، من حاضر. سلام علیکم. چی خیلی؟ خوب هستی؟ خواندن‌هایت هم نه؟ گوش کن. ما یک توی داریم. خب میخوایم که آن را تو گذرانیم. محلش با جان و دل. خوبترش در داخل ماشین نشسته مصلحت کنیم.
خوب؟ رفته. گوش کن پرویز، ما یگان خیلی توی پوی نداریم. ما آدم های پدری منیژه از تغییر یافتن اوضاعت معلومه که منیژه رو خیلی خوب میشناسی. البته میشناسم. چی بود؟ گوش کن پرویز، از این روز اعتباراً باید منیژه را فراموش کنی. فهمیدی؟ چی خیلی؟ تو بدونی باید به پسر یک مردی با ابروی فاتحه شده است. پدر منیژه هیچ وقت از بحر وی گذشته دخترش را به تو نمیدید. میفهمی؟ اکا، منیژه مرا دوست میدارد. من نمیخوام که زوران او را با کسی دیگر دهند. من گپم را گفتم. باری آخر میپرسم، از فکرت نمیگردی؟ نه اکا. من او را دوست می‌دارم. فهماند. من در اینجا دیگر نمیتوانم. میروم. نوشین جان، تو خیز دخترم جانی من میروی. با کجا؟ با خونه چپ. ها نوشین جان، با خونه بیبی جانت. خیز. من نمیروم. من دادا جانم رو زار میکنم که شما رو گرفته بیارد، دیگر نزند. نوشین جانم شد، نرو پیشی دادت. بدور نکن، بدور شود باز جنجال رو سر میکند. جانم شوی، نرو پیشی وای در کرنه. نمیخوایی با من رفتن؟ نرو پیشی بی بیاد رفتشین. خب تاریک نترسی با تقویت میگویم اومده تو رو گرفته میبرد. خوب جانم مایلاش.
گریه نکن جانم. اگر بابا یگان حادثه روی دهد من خودم را نمیبخشم. دخترکم آرام شو، گریه نکن. آخر آرام شو، خدا خواهد همش نغز می شود. دخترم گریه نکن جان مادر. تو گناهکار نیستی کلین جان. من همش را میفهمم. برعکس زنی وزنین بوده ای که به همین قدر جبر و ستم ایرج طاقت کردی. من با اصلاح شوی ایرج باوری ندارم خاله جان و هیچگاه دیگر نمیشود. جانک من این طور نگوی. من باید زندگی نمیکنم خاله جان. این طور نگوی، با من گوش کن. کمتر که دیگر طاقت کن. من ایرج را مجبور میکنم که آمده از تو عذر پرسد و تو را به خانه گرفته برد. روی خاطری من، روی خاطری فرزندانت کمتر که دیگر طاقت کن کلین جان. میلش سلام علیکم. سلام علیکم. نبیرم چه حال دارد؟ سرش سخت لط خورده است. هر کاری که از دست آمد کردیم. انشالله خوب می شود. سلامت باشید. رحمت. رحمت. لابای شرافگان اسرارویچ. سلام دوستم. احوال نبیره چطور؟ نبیرم وزنین. برای همین توی رو تیزتر گذراندن لازم. گوش کن. امید در بیمارخانه کو؟ امید رو از بیمارخانه گرفتن در کار. اگر به نبیرم یگان حادثه شود توی نمی شود. این طور باشد من امید را از بیمارخانه می برارم. در تردد توی می شوم. آسوده باش. خیر. خیر. بیا منیژه. منیژه جان دخترم منو شرافگان اسرارویچ دوستان دیرینه و کارهایمان هم به یکدیگر پیش نمی روند. ناراحتم نکن التماس دخترم. انا برای همین من تو را به پسری وی فاتحه کردم. تمام حیاتی من در دست توست. تو فکری پرویز را از سرت دور کن. انا میبینی حیاتت با امید خیلی خوب میگذرد.